келин و داماد همینجا حضور داریم، همه به خاطر هر دوی شما آمده. از کسی نپرسه میگوین خوشبختی اینها را تمام داره. زندگی خودتان را خودتان میسازید. همینجا پس از 2 ساعت همه به خانه میشوند. کسی پروای شما ندارد، چون همه زندگی خود را دارد. زندگی خودتان را خودتان میسازید. از این سبب در زندگی پرطاقت باشید. زندگی بسیار پستی و بلندی ها دارد. برای هر چیز و ناچیز شکایت زندگی نکنید. میدونید زنها، استاد داخل صنفخانه می شود، میگوید یک نفر نزد تخته صنف برای یک زن دست می بردارد. در همین تخته دستگاه صنف نویس نام 30 نفر را می نویسد. دوگانه، همسایه، خویش و تبار، پدر، مادر. استاد خواهش میکند که از اون 4 نفرش را خط زن، آنی که نه قدر برایت مهم است. میگیرد دوگانه خط میزند، همسایه باز خط زن. همین طریق در تخته صنف نامی 4 نفر میماند: پدرش، مادرش، فرزندش و شوهرش. استاد میگوید از این 4 نفر 2 نفرش را خط زن. برای شما زنان چقدر دشوار است وقتی که گوید پدر، مادر یا شوهر، فرزند. زن بسیار دلش پر میشود، میگوید خط زن. میگیرد پدر مادر را خط میزند، میماند شوهرش و پسرش. همه صنف خاموش بود. استاد میگوید که از این 2 نفر یکیش را خط زن. زن گریان میشود، خط زن. پسرش را خط میزند، میماند نام یک شوهرش. استاد میگوید گذر نشین. پدر و مادر با چه زحمت تو را بزرگ کرد، کلان کرد، تو خط زدی. فرزند جگربند است، تو خط زدی. چه شد؟ زن آب دیده‌اش را پاک کرده گفت که پدر و مادر با امر تقدیر روزه می روند، چون سن سالشان کلان و دیگر بچه هم کلان می شود. با هر بهانه خانه دیگر میگیرد، زن میگیرد، یا است با کلین پسر نه. اما یگانه نفری که پهلوی شما هست این شوهر است. شوهر بهترین نعمت است برای شما. اگر که پرسه چگونه، هر زنی که خانه پدر می رود، هر زنی که خانه برادر می رود 4 روز مهمان است. از او زیاد دیگر همه در زندگی دیده ایستاده. ناز شما، کرشمه شما، زندگی شما را به جز شوهر کسی نمی بردارد. از این سبب می گفت هر کسی که حرمت شوهر کند زندگیش را